به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. من در چند پادکست قبل کتاب هدف حکیم رو برای شما معرفی کردم. امروز میخوام درب شماره 35 یا فصل شماره 35 این کتاب رو برای شما بخونم. در معرفت یمانی. بر هیچ مسلمانی جایز نیست که با او مقابله نماید، پس هر کس چنین کند از اهل آتش خواهد بود. امام احمد حسن مردی است که در سال 1999 میلادی در عراق ظهور و ادعا کرد که امام مهدی او را به عنوان یک رسول فرستاده است و آشکار نمود که او یمانی موعود می باشد و مردم را به بیعت با امام مهدی دعوت نمود. امام باقر فرمود در میان پرچم‌ها پرچمی هدایت یافته تر از پرچم یمانی نیست. او پرچم هدایت است، زیرا به سوی صاحب شما دعوت می کند. اگر یمانی خروج کند، فروش اسلحه بر مردم و هر مسلمانی حرام می شود و چون یمانی خروج کرد به سوی او بشتاب، زیرا پرچم او پرچم هدایت است و بر هیچ مسلمانی جایز نیست که با او مقابله نماید. پس هر کس چنین کند از اهل آتش خواهد بود، زیرا او به حق و راه مستقیم فرا می‌خواند. شخصیت یمانی شخصیتی محوری در روایات اسلامی آخرالزمان است. ظهور او مقدم بر ظهور حضرت مهدی است و یمانی در واقع یکی از نشانه‌های بسیار نزدیک و حتی ظهور مهدی می باشد. امام صادق فرمود ندای آسمانی حتمی است و سفیانی حتمی است و یمانی حتمی است و قتل نفس زکیه حتمی است و کف دستی که در آسمان ظاهر می شود حتمی است. یمانی در واقع یکی از شخصیتی است که همزمان قبل از ظهور قائم ظاهر می شوند و آنها خراسانی و یمانی و سفیانی هستند. امام صادق فرمود خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در 1 سال و 1 ماه و 1 روز است که ترتیب آنها بسان رشته ای از مهره است که پی در پی واقع شده باشد. همین امر مهم مسئله یمانی بود که باعث شد مردم به سوی امام احمد حسن گرایش پیدا کنند. هنگامی که او برای اولین بار مردم را به طور علنی به آن دعوت کرد. علمای تعلیم دیده دین و افراد ساده تحصیل نکرده همگی به دعوت او پیوستند. همه آنها می‌دانستند که وظیفه الهی دارند که از یمانی اطاعت کنند و هیچ کس به جز احمد حسن ادعا نکرده بود که یمانی است و دلایل فراوان ارائه نداده بود. او ادعا کرد که احمد در وصیت رسول الله و احمد از بصره ذکر شده در روایات اصحاب امام مهدی می باشد. او ادعا کرد که داناترین به قرآن، انجیل‌ها و تورات می باشد و علمای این سه دین را با دعوت به مناظره به چالش کشید. او از مردم خواست که درباره او از خدا بپرسند و مردم را به گرفتن استخاره درباره اینکه آیا او راستگو است یا خیر تشویق نمود. هزاران نفر ادعا کردند که رویاهایی از سوی خدا دیدند که در آن به آنها گفته شده که احمد حسن حق است و صدها نفر ادعا کردند که شاهد معجزات احمد حسن بودند و بدین شکل او تمام شروط مخصوص شناخت صاحب حق الهی را تکمیل کرد و صدایش دل مردم را به لرزه درآورد. او 4 خطبه ضبط شده که تا امروز باقی مانده است را ایراد کرد. خطبه حج، خطبه دیدار با امام مهدی علیه السلام، خطاب به بزرگشان شاید که بازگردند و خطبه نصیحت به طلاب حوزه علمیه در نجف اشرف و در قم و در تمام مکانها در این زمین. امام احمد حسن در این خطبه ها پیام اصلی خود مبنی بر اینکه دشمن اصلی خدا و امام مهدی و قائم علما و مؤسسات دینی هستند را بیان کرد. این تحقق روایاتی از اهل بیت بود که این امر را بیان کرده بودند. امام صادق فرمودند
هنگامی که قائم ما قیام کند از مردم جاهل بیش از آنچه رسول الله از جاهلان دوران جاهلیت ناراحتی دید رنج و ناراحتی خواهد دید. رسول الله در روزگاری مبعوث شد که مردم سنگ و چوب و بت‌های تراشیده شده را می‌پرستیدند، ولی هنگامی که قائم ما قیام کند به سوی مردم می‌رود و همگی آنان با قرآن علیه او احتجاج می‌کنند و آیات را علیه او تأویل می‌نمایند. همچنین روایت شده است اگر امام مهدی خروج کند علالخصوص دشمنی آشکارتر از فقها ندارد و اگر به خاطر شمشیر در دستان او نبود فقها فتوای قتلش را می‌دادند. در وصیت‌نامه حضرت محمد آمده است سپس 12 مهدی بعد از او میباشند، پس اگر روز وفاتش فرا رسید بگذار او آن را به پسرش نخستین مقربین تسلیم کند که 3 نام دارد، نامی مانند نام من و نام پدرم عبدالله و احمد و نام سوم مهدی است و او اولین مؤمنین است. دجال سیستان. امام احمد حسن از یک نهاد میلیارد دلاری یعنی نهاد مذهبی شیعه برای خود دشمن ساخت. او مدعی شد که به اصطلاح آیت الله عظمی سیستانی در واقع دجال سجستان یا سیستان است که در روایات ذکر شده است. امیرالمؤمنین فرموده بود دجال از شهری به نام اصفهان از یک روستای کوچک یهودی خروج می کند. چشم راستش کور است و اجداد سیستانی اصالتاً اصفهانی هستند. همچنین نقش شده بود و ظهور دجال که از مشرق از سجستان خروج می کند. امام احمد حسن مدعی شد که سیستانی دجالی بود که راه را برای امریکا دجال و ضد مسیح بزرگتر هموار کرد و به آن کمک کرد تا حاکمیت خدا را به طور کامل از عراق حذف و حاکمیت مردم را برپا کند. همچنین جالب است بدانید که سیستانی در لندن از ناحیه چشم راست خود تحت عمل جراحی قرار گرفته و بسیاری مدعی هستند که وی از ناحیه چشم راست نابیناست. سفیانی. امام احمد حسن دعوت خود را در سال 1999 میلادی آغاز کرد و از سوی امام مهدی به صورت عمومی منصوب شد. امام صادق فرمود همانا اگر سفیانی را ببینی خبیث‌ترین مردم را دیده‌ای و همچنین روایت شده است او صلیبی بر گردن دارد. امام باقر فرمود سفیانی سرخ، بور و آبی است و او هرگز خدا را نپرستیده است. امیرالمؤمنین نیز فرمود سفیانی با پرچمی سرخ رنگ خروج خواهد کرد. همانطور که در تصاویر مشاهده می‌کنید موهای پادشاه اردن در دوران کودکی بور بود. او چشمانی آبی دارد، رنگ پوستش قرمز است و بر گردن و سینه خود صلیب دارد و پرچم او سرخ رنگ است. علاوه بر همه اینها در همان سالی که دعوت امام احمد حسن آغاز شد تاجگذاری کرد. روزی امام احمد حسن فرمود سفیانی همان به اصطلاح پادشاه اردن است. گفتم حوادثی که الان در عراق رخ می‌دهد همه اینها منجر به خروج خراسانی، یمانی و سفیانی به سوی کوفه می شود؟ درست است؟ امام فرمود این یکی از رخدادهای مهمی است که در این دعوت رخ می دهد. درست است. آفرین. هشدار به رهبران جهان. امام احمد حسن همان کاری را کرد که پیامبر خدا در آغاز اسلام انجام داد. امام احمد حسن در نامه‌ای به چند تن از رهبران جهان به آنان در مورد ظهور امام مهدی خبر داد و آنان را به لبیک گفتن به دعوت او فراخواند. یکی از نامه‌های او خطاب به علی خامنه‌ای، فردی که به اصطلاح مقام معظم رهبری در ایران نامیده می شود، بود و در آن خواستار واگذاری حکومت به امام مهدی شد. نامه دیگر خطاب به جورج بوش، رئیس جمهور سابق ایالات متحده بود و او در مورد عواقب اقداماتش در عراق به وی هشدار داد. امام احمد حسن مردم عراق را نیز مورد خطاب قرار داد و از آنان درخواست یاری کرد. امام در ادامه 2 کتاب بسیار مهم نوشتند. یکی به نام کتاب توحید و دیگری به نام گوساله
او همچنین با پیروان خود عبادتگاهی ساخت و چیزهای زیادی به آنها آموخت. آنان بعدها تعالیم و نقل قولهای او را جمع‌آوری کردند و از آن کتاب نوشتند. امام همچنین اعلام کرد که نماد دعوتش ستاره داوود یا ستاره شش‌پر است که بخشی از میراث پیامبران و رسولان می باشد و او وارث پیامبران و رسولان می باشد. این امر باعث شد تا علما به او حمله کنند و شایعه کنند که او یک مأمور اسرائیلی است که برای نابودی اسلام فرستاده شده است. امام تعلیم داد که آن ستاره دارای همان معنی الله اکبر در پرچم عراق است و هر کس به ستاره بی احترامی کند به نام خدا بی احترامی کرده است. تقلید. امام احمد حسن شروع به تعلیم کرد که تقلید از علما در امور دینی باطل است و از اسلام نیست. او همچنین تعلیم داد که خمس نباید به علمای دین داده شود بلکه باید به خود امام مهدی داده شود. این دو مسئله تمام اختیارات علمای دین را سلب کرد. علمای دین به تدریس و تبلیغ دروغ‌های خمینی درباره ولایت فقیه می‌پرداختند که به علما همان اختیارات پیامبران و رسولان را میداد. علما همچنین تعلیم می‌دادند که تقلید واجب است و هر مسلمان باید عالمی را برای پیروی انتخاب کند. اگر آنها این کار را نکنند پس خداوند هیچ یک از اعمال نیک و نماز و روزه و صدقه های آنها را نمیپذیرد. علما خود را امام و خود را خدا کرده بودند. امام احمد حسن تبر را برداشت و شروع به ویران کردن تمام این عقاید باطل کرد و تعلیم داد که علما از طریق فقرا ثروتمند میشوند و به نام خدا و دین پول آنها را میدزدند. وقتی فقرا مریض میشدند علما به آنها میگفتند به مقبره های معصومین بروید و برای شفا دعا کنید. وقتی علما مریض میشدند برای شفا به بهترین بیمارستان های سرزمین های اروپا و امریکا میرفتند. با این حال آنها شعار مرگ بر امریکا سر میدادند. نفاق و فساد نهادهای دینی برای اولین بار توسط امام احمد حسن افشا شد. او به عنوان تنها کسی که بنیان دروغی آنها را به این شکل افشا کرد در تاریخ جاودانه خواهد شد. امام احمد حسن شروع به تعلیم کرد که علمای دین در واقع دشمنان امام مهدی علیه السلام و عیسی علیه السلام و همه پیامبران و رسولان بودند. او به مردم یادآوری کرد که علمای دین دشمن عیسی بودند. علمای دین دشمن محمد و آل محمد بودند. او روایات اهل بیت حضرت محمد را نقل کرد. امام صادق فرمود دشمنان او قائم مراجع تقلید هستند. آنها از ترس شمشیر و قدرت او و به آرزوی آنچه در اختیار اوست تحت سلطه او قرار می‌گیرند. کسانی از اهل حق که خدا را می‌شناسند با او بیعت می‌کنند. امام صادق همچنین فرمود و جزیه را منسوخ می‌کند و با شمشیر به سوی خدا می‌خواند و مذاهب مختلف را از روی زمین محو می‌کند و جز دین خالص باقی نمی‌ماند. دشمنانش علمای تقلید اهل اجتهاد هستند. امام صادق همچنین فرمود اگر قائم از کربلا خارج شود و به نجف برود و مردم اطراف او باشند در بین کربلا و نجف 16,000 نفر از علما را میکشد و منافقان اطراف او میگویند او از فرزندان فاطمه نیست وگرنه به آنها رحم میکرد. روشن است که بزرگترین مشکلی که قائم در اوایل حکومتش با آن روبروست مسئله علمای دین است. اگرچه قائم صلح طلب است و فقط به دنبال گسترش دین خداست، به همان شکل که آنها با امام احمد حسن این کار را کردند، علمای دین به دنبال کشتن او می باشند. زیرا دین او قدرت این علمای دینی فریبکار را سلب و دروغ و فریبشان را نزد مردم برملا می کند. علمای دین مشکل اصلی امروز دنیا هستند. آنها ابزار حکومت‌ها و رژیم‌های ظالم هستند. آنها مردم را به اطاعت از رهبر موعظه می‌کنند و ادعا می‌کنند که هر که علیه طاغوت قیام و اعتراض کند کافر است. آنها کسانی هستند که از مستبدان خاورمیانه محافظت کردند و اقتدار آنها را نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان تقویت کردند. کارزار علیه یمانی.
این جنگی که احمد حسن علیه علما و مؤسسات مذهبی شیعه به راه انداخت باعث شد تا آنان برای نبرد نهایی با امام و دعوت و آنچه را که تهدیدی فزاینده علیه اقتدارشان می‌دانستند آماده شوند. در سال 2007 میلادی علمای شیعه شروع به صدور فتوا علیه امام احمد حسن و پیروانش نمودند و آنها را کافر و امام احمد حسن را به عنوان یک دجال اعلام کردند. مرجعیت شیعه نیروهای امنیتی عراق را تحت فشار قرار داد تا به منازل پیروان امام احمد حسن یورش برده آنها را دستگیر کرده و به آنها حمله کنند. بسیاری از مؤمنان بیگناه کشته شدند، بدون دلیل ناعادلانه دستگیر شدند و بدون تشریفات قانونی به زندان افتادند. شبه نظامیان شیعه و پیروان علما به دنبال امام احمد حسن بودند و می‌خواستند او را بکشند، زیرا او علیه علمای دین سخن گفت و آنها آن را کفر به حساب می‌آوردند. امام احمد حسن در خطبه حج از پیش خبر داده بود که این اتفاق خواهد افتاد. او فرمود و تمام عالم کربلای جدیدی را بر این زمین خواهد دید، کربلایی که در آن حسین و یاران اندکش وجود دارند که به حق و حاکمیت خدا دعوت می‌کنند و حاکمیت مردم و دموکراسی امریکا و سقیفه علمای بی‌عمل را انکار می‌کنند. کربلایی که در آن شریح قاضی و شبر بن ذوالجوشن و شیث بن ربیعی علمای بی‌عمل که فتوای قتل امام حسین را دادند وجود دارد. کربلایی که در آن یزید و ابن زیاد و سرجون حضور دارند و رومی‌ها و امریکا پشت آنها هستند و تمام عالم حوادث و مصیبت‌هایی که در رسالت جدید عیسی ابن مریم در سرزمین مقدس رخ خواهد داد را خواهد دید و سرزمینی مقدس و عیسی به همراه حواریون اندک و مستضعفش که می‌ترسند مردم آنها را بکشند خواهند بود و سرزمینی مقدس که در آن علمای یهود که خواستار قتل عیسی میباشند و رومی‌ها و امریکایی‌ها که خواسته‌های آنها را عملی می‌کنند و سعی در قتل عیسی دارد خواهد بود. پس اراده خداوند اینگونه خواهد بود، همانطور که همیشه بوده است. طغیانگران پیروز گردند و رسولان و مؤمنان به قتل برسند. چرا که ما برای دنیا خلق نشده ایم، بلکه برای آخرت خلق شده ایم. پروردگارا اگر این تو را راضی می کند پس بگیر تا راضی شوی، یا اینکه اراده خداوند این بار تغییر کرده است تا تمام عالم ببینند گروهی مستضعف که چیزی در دست ندارند به جز یقینشان که هیچ قدرتی نیست مگر از سوی خداوند پیروز می شوند و شرورترین طغیانگرانی که زمین تا به حال مثل آنها را به خود ندیده است را شکست می دهند. به زودی این علمای بی‌عمل خواهند گفت، بلکه بعضی از آنها گفتند احمد حسن را بکشید، زیرا که او علیه علما سخن میگوید. بله، علیه علما سخن میگوید، زیرا که میخواهد سنت رسول خدا را به صورت اول بازگرداند و اصلا کدام علما؟ آنها با کسی که اندکی از حق را بیاورد میجنگند، چه رسد به من که امروز تمام حق را آوردم. سیره انبیا و رسولان و سیره ائمه و اوصیا، سیره محمد و علی، سیره حسین و سیره امام مهدی علیه السلام، سیره عیسی که میگوید خادمم دستانم است و مرکبم پاهایم، زیراندازم زمین و متکایم سنگ است و گرمایم در زمستان مشرق زمین است و چراغم در شب ماه است و خورشتم گرسنگی و شعارم ترس است و لباسم از پشم است و میوه و ریحانم گیاهانی است که زمین برای وحشی‌ها و چهارپایان میرویاند. شب هنگام میخوابم در حالی که چیزی ندارم و صبح هنگام بیدار میشوم در حالی که چیزی ندارم و هیچ کسی بر زمین ثروتمندتر از من نیست. پس از بمباران خانه امام احمد حسن یارانش کشته شدند و زمینش غصب شد. امام احمد حسن مجبور به مخفی شدن شد، زیرا اکنون جانش آشکارا توسط این شبه نظامیان شیعه و حکومت شیعه در خطر بود. امام احمد حسن در خطبه ملاقات فرمود و به همین زودی آگاه خواهید شد که چه گناهی مرتکب شده اید و چه حرمتی از حرمتهای الهی را شکسته اید، ولی در آن وقت
پشیمانی دیگر سودی ندارد. من به زودی از دیار شما هجرت خواهم کرد ای فرزندان قاتلان حسین بن علی. پس در گذشته فقها و مجتهدانتان شبر بن ذوالجوشن و شیث بن ربیع او را کشتند و پدرانتان به آنها کمک کردند و امروز اگر می‌خواستم شبر بن ذوالجوشن و شبس بن ربیع بین شما را معرفی می‌کردم، ولی هیهات، مرا با این قوم احمق که هیچ سخنی را نمی‌فهمند چه کار؟ ای ظالمان، به دور شدنم از شما و هجرتم از دیارتان خوشحال نشوید. پس طولی نمی‌کشد که با پدرم محمد ابن الحسن المهدی برخواهم گشت و به شما جز شمشیر و مرگ در زیر سایه شمشیر چیزی نشان نخواهم داد. ای کسانی که به کار پدرانتان راضی شدید و از شم لعنت خدا بر او در زمان شما و شبس بن ربیع لعنت خدا بر او در زمان شما پیروی کردید. ای قاتلان پیامبران و فرزندان پیامبران، پشیمانی در آن هنگام سودی ندارد و چیزی جز از دست دادن دنیا و آخرت به خاطر گناهانی که مرتکب شده اید و سخنان باطل و بی اساس و دروغی که گفته اید و تهمت و افتراهایی که زده اید در انتظارتان نخواهد بود. و به زودی پدرم خشمناک و اندوهگین به سویتان میآید به خاطر آنچه که با من انجام دادید و حرمتم را شکستید و به زودی در آن هنگام که علم هیچ سودی برای شما ندارد خواهید دانست که بر چه کسی جرأت پیدا کرده بودید و چه حرمت شکنی در حق خدا و محمد و علی و فرزندانش سلام بر آنان انجام داده بودید. ای تهماندگان احزاب فاسد و ای زیر پا گذارندگان کتاب خدا و ای گروه گناهکار و تحریف کنندگان سخن خدا و قاتلان پیامبران و فرزندان پیامبران، خداوند شما را بر گردن من مسلط نخواهد کرد، همان گونه که گذشتگانتان را بر جدم حسین مسلط نکرد. این پایان کار شماست و امروز یوم الله اکبر است. این بیم دهنده‌ای از جمله بیم دهندگان نخستین است که بی تردید این از بزرگترین پدیده هاست، هشدار دهنده به بشر است. و به زودی به سوی پدرم محمد ابن الحسن المهدی باز می‌گردم تا به ایشان خبر دهم که چگونه مرا تکذیب کردید و با بهتان و سخن باطل هتک حرمتم کردید و در پایان سعیتان در زندانی کردن و کشتنم بود، نه برای گناهی بلکه فقط به خاطر اینکه می‌دانید حقی که من آوردم برای باطلتان چیزی باقی نمی‌گذارد، در حالی که شما با کسی که وجود خدا را انکار می‌کند همانند کمونیست‌ها دست به دست می‌دهید و بر هیچ فعل و گفته ای اعتراض نمی‌کنید. ای قوم من، اگر مقام و تذکرات من نسبت به آیات الهی بر شما سنگین است، هر کار از دستتان ساخته است انجام دهید. من بر خدا توکل کردم، پس فکر خود و قدرت شریکانتان را جمع کنید و هیچ چیز بر شما مستور نماند. تمام جوانب کارتان را بنگرید، سپس به حیات من پایان دهید و مهلتم ندهید. صالح و سامری با کشتن و زندانی کردن بسیاری از یاران امام احمد حسن و با خروج امام از عراق، مرحله بعدی نقشه شیطانی نهاد شیعه در شرف آغاز بود. آنها که نتوانستند به مردم ثابت کنند که امام احمد حسن یا مؤمنان به او مرتکب جرمی شدند، مجبور شدند به مؤمنان باقی مانده اجازه دهند تا آزادانه به دین خود در عراق عمل کنند. آنها حتی به آنان اجازه دادند تا مکاتبی باز کنند و نشریات رسمی را در سراسر کشور منتشر کنند. اگر پیروان امام احمد حسن یا خود او مرتکب جرمی شده بودند، دولت هرگز به آنها اجازه افتتاح مکاتب رسمی و عبادتگاه‌ها، تأسیس کانال ماهواره‌ای و دعوت آشکارای مردم به دین را نمیداد. آنها به آنان اجازه دادند که همه این کارها را انجام دهند، اما تحت کنترل آنها، نه فقط در عراق بلکه همچنین در بریتانیا، استرالیا و سایر نقاط جهان. سرویس‌های اطلاعاتی ایران و عراق در بالاترین درجات این دین نفوذ کردند. برخی از اعضای دین را نیز به خدمت گرفتند و متولی دین کردند. آنها سپس شخصی را آوردند تا صدای امام را تقلید و خطبه‌ای به نام خطبه محرم را ضبط کند.
آنها برای او یک صفحه فیسبوک افتتاح و یک مکتب رسمی دایر کردند و ادعا نمودند که این مکتب تنها نماینده و درب امام احمد حسن است. امام احمد حسن از سال 2007 هرگز در انظار عمومی دیده نشده و در هیچ فیلم یا عکسی ظاهر نشد. اما حضور صوتی او در اتاق پالتاک مکتب بسیار زیاد بود. اکثر مؤمنان به امام احمد حسن معتقد بودند که او واقعا صاحب صدا، مکتب و صفحه فیسبوک است. آن تا سال 2015 میلادی به همین شکل بود. این دوره از سال 2008 تا 2015 را فتنه گوساله مینامند. امام از پیش خبر داده بودند که همه این موارد رخ خواهند داد و به همین دلیل کتابی به نام گوساله برای پیروانشان به جای گذاشت. در این کتاب به فتنه ای اشاره شده است که بنی اسرائیل در زمانی که موسی به مدت 40 شبانه روز از آنان دور شد دچار شدند و سامری آنها را متقاعد کرد که گوساله ای از طلا بسازند و در عوض آن را بپرستند. این گوساله نه تکان می‌خورد و نه زنده بود، اما صدایی از خود در می‌آورد، درست مانند صوت مکتب شیاد. مؤمنان به امام احمد حسن پول خود را به گوساله به صدای شیاد و مکتب جعلی دادند و هر فرمان آن را اطاعت کردند، غافل از اینکه امام احمد حسن از سال 2007 با هیچ یک از آنها ارتباطی نداشته است. بسیاری از پیروان اصلی امام احمد حسن به مرگ او یقین پیدا کردند و تصمیم گرفتند برای اهداف پول و قدرت در این توطئه شرکت کنند. سالهای غیبت. امام احمد حسن وارد یک غیبت و از عراق ناپدید شد و تنها چند تن از یاران مورد اعتماد و با ایمان خود را همراه با خود برد. از جمله آن یاران اباجعفر که تناسخ مهدی ابراهیم است و همسرش بود، هنگامی که امام مجبور به ترک کردن شد. برخی از یارانشان باید برای همراهی با او فداکاری‌های بزرگی می‌کردند. یک روز امام فرمود: من آرزو نمی کنم که او اباجعفر با همسر دیگری غیر از جعفر ازدواج کند. او باید با او بماند، زیرا او یک زن بسیار عالی است و من تا حد زیادی بر او متکی هستم. گفتم باشد که من و همه خدمتگزاران تو به او خدمت کنیم. امام فرمود: پسرم، آیا می‌دانی که فرزندانشان را سالها پیش رها کردند تا در کنار من بمانند و غیر از این دعوت هیچ چیزی حواسشان را پرت نکند؟ سلام بر آنان باد، آنها به شدت عظیم هستند. گفتم فرزندانشان چند سال داشتند؟ امام فرمود: کوچکترین فرزندانشان 5 ماهه بود و اکنون یک مرد جوان است. گفتم سبحان الله، 5 ماهه. امام فرمود: عظمت فداکاری را تصور کن. گفتم بله، به حق تو که ایمانشان حقیقتاً عظیم است. آنها را کجا گذاشتند؟ امام فرمود: آنها را نزد مؤمنانی گذاشتند که باقی ماندند تا آنها را بزرگ کنند. گفتم شنیدم در آن جامعه‌ای که اباجعفر است فرزندان زیادی با خود داری. امام فرمود: امروز 178 پسر و دختر زیر 16 سال هستند. گفتم پدرم، تعداد اعضای جامعه همراه تو چند نفرند؟ امام فرمود: 799، اما آن تعداد زیاد و کم می شود. گفتم کم و زیاد می شود؟ امام فرمود: چون آنها را برای مأموریت‌ها و کارهای مختلف به جاهای مختلف می فرستم. گفتم پس زمین را برای شما آماده می کنند. امام فرمود: بله، آنها در آن مشارکت دارند. گفتم آیا آنها از کسانی بودند که هنگام خروج از عراق با شما بودند؟ امام فرمود: بله پسرم، گروه اندکی از آنان بودند. آنها از ستایش کنندگان تو هستند. عکس تو همه جا هست. من هرگز جامعه همراه با امام را ملاقات نکرده بودم و دلایل آن بسیار است. من نیازی به ذکر آن در اینجا ندارم، اما این بخشی از طرح الهی است که من آن را جامعه مؤمنان دور نگه دارم، همانطور که یوسف برای چندین دهه در مصر از خانواده خود دور بود تا اینکه او بود که به آنها گفت من یوسف هستم، و همچنان که موسی سالها در مدین از قوم خود دور ماند. هنگامی که با امام صحبت می‌کردم دور از آن جامعه بود. آن جامعه با امام نماینده گروهی از بالاترین مؤمنان و فرشتگان هستند. برخی از آنها 313 و 50 هستند، اما نه همه آنها. تعدادی از 313 و 50 در حال حاضر نزد من هستند. ما همچنان منتظریم تا باقی آنان به ما بپیوندند.
جابر بن جعفی از ابی جعفر روایت کرد که ایشان فرمود 313 مرد از جمله 50 زن بدون قرار قبلی مانند برگ‌های پاییزی به دنبال یکدیگر در مکه جمع می‌شوند و این آیه قرآن است که می‌فرماید هر کجا که باشید خداوند همگی شما را می‌آورد. در حقیقت خدا بر همه چیز تواناست. امام در فرصتی دیگر ضمن توصیف مؤمنان همراه با خود فرمود: نگاه کن ای نور چشمان من، کسانی که در اینجا با من هستند توسط هیچ چیزی تکان نمیخورند. من برای تو مثالی میزنم تا متوجه شوی. اگر به آنها بگویم که حجت محمد بن الحسن عسکری مرتد شد، تحت تأثیر قرار نمیگیرند. آنها غمگین میشوند، اما قوی ترین طوفان‌ها بر آنها تأثیر نمیگذارد. پس امام در سالهای غیبت با جمعی اندک از مؤمنان از عراق خارج شد و جامعه‌ای ساخت که به 800 نفر رسید. این افراد برای گسترش دین در سراسر جهان تلاش می‌کنند تا راه را برای دولت عدل الهی هموار کنند. امام احمد حسن نیز در آن سالها در برخی از کشورهای افریقایی از جمله سودان زندگی می‌کرد که در آنجا توسط یکی دیگر از یاران نزدیک خود به نام ابا ناصر همراهی می‌شد. تناسخ ابا ناصر حبیب بن مظاهر است. او نیز فردی بود که از ابتدا با امام همراه بود. در همین دوره بود که امام به عنوان مهندس در شرکتی کار می‌کرد که ماهانه $500 درآمد داشت. او سبک زندگی بسیار فقیرانه‌ای داشت و پس از پرداخت اجاره خانه و خرید غذای خود بقیه حقوق ماهانه خود را صرف گسترش دعوت می‌کرد. روزی امام درباره آن زمان صحبت کرد و فرمود: من در آن دوره در مجاورت یک مرد سودانی که سلفی بود زندگی می‌کردم. او می‌دانست که من شیعه هستم و مرا کافر می‌دانست. او هر روز سعی می‌کرد با قطع برق خانه‌ام به من آسیب برساند و هر روز مجبور می‌شدم بیرون بروم و سیم‌هایی را که او قطع کرده بود درست کنم. او هرگز اعتراف نکرد که این کار را انجام داده است و من هرگز به او نگفتم که دست از این کار بکشد. یک روز به سمت من آمد و با هر دو دستش بر روی سینه‌ام مرا هل داد تا مرا زمین بزند. دستانش را گرفتم و خودم را ایستاده نگه داشتم. گفتم او قصد حمله فیزیکی به تو را داشت، لعنت خدا بر او باد. امام فرمود: پسرم، او را لعن نکن. او بیشتر از این نمی‌داند. او نادان است. فکر می‌کند کاری که کرده درست بوده است. چون این افرادی در دنیا زیاد هستند. برای هدایت آنها دعا کن پسرم و شب و روز کار کن تا حقیقت را به آنها نشان دهی. گفتم از خدا طلب آمرزش می‌کنم پدرم. امام فرمود: خدا تو را برکت دهد پسرم. می‌دانی هیچ شبی نیست که برای خوابیدن بروم جز این که از خدا بخواهم همه مؤمنان را ببخشد. گفتم پس من از این به بعد این کار را خواهم کرد. ابا میکائیل داستان دیگری را نقل می‌کند که در زمان غیبت امام رخ داده است. پیش از مرگ ملک عبدالله حجاز، امام احمد حسن شروع به فراخواندن و ملاقات با عده‌ای از مؤمنان که قبلا با او ملاقات نکرده بودند کرده بود. در شبی خاص امام در جایی منتظر یکی از مؤمنان بود. پس مؤمن به دنبال امام رفت اما او را نیافت. با این حال مؤمن در اواخر شب فردی را دید که در فاصله دور بر صخره بزرگ نشسته بود. آن مؤمن مطمئن نبود که آیا او امام است یا خیر و بدین علت به آن مرد نزدیک نشد. او به خانه بازگشت و از امام عذرخواهی کرد و به او گفت: سرورم، من در جایی که قرار بود ملاقات کنیم به دنبال شما گشتم و نتوانستم شما را پیدا کنم. شما بودی که روی صخره نشسته بودی؟ میدانی برادرم عبدالله جواب امام چه بود؟ امام پاسخ داد و فرمود: و چه سنگی میتواند نشستن من بر خود را تحمل کند؟ اگر روی آن نشسته بودم آسمان ها و زمین از شنیدن فریاد آن صخره میلرزیدند. من خواهم مرد و هیچ کس هرگز حق کامل من را نخواهد دانست. فداکاری ها. یکی از غم‌انگیزترین امور داستان امام احمد حسن این است که چگونه باید همه چیز را رها نموده و از دست میداد. هنگامی که او عراق را ترک کرد، آن آخرین باری بود که مادرش را میدید و او در غیبتش از دنیا رفت و او حتی نتوانست در تشییع جنازه او شرکت کند. به نظر نمی رسید که امام با فرزندان خود ارتباطی داشته باشد. داستانهایی را شنیده بودم که چندان خوشایند نبود و با اینکه امام همیشه از صحبت
در مورد گذشته خود، به ویژه مسائل خانوادگی خودداری می‌کند، توانستم مطلع شوم که خانواده‌اش نه با او و نه از یارانش بودند. روزی امام فرمود: ترس من برای تو و عشق من به تو حد و مرزی ندارد. من از خود فرزندانی را دارم که هیچ روزی به آنان فکر نکردم و حتی به اندازه 1% از ترسم برای تو و عشقم به تو برای آنان بیمناک نگشتم. من گفتم حتی 1% تا متوجه شوی پسرانم و دخترانم می توانند فدای خاک پای تو شوند. من از این حرف او بسیار خجالت کشیدم و به زمین نگاه کردم و گفتم استغفر الله العلی العظیم. امام فرمود: من 3 فرزند دارم، عبدالله، موسی و زینب. آنها تنها کسانی هستند که خداوند به من گفته دارایی من هستند و آنچه از دنیا دارم. پسرم، من در این دنیا تراژدی‌های بزرگی را دیدم و تو می‌دانی. نیازی نیست تمام اتفاقاتی که برای من افتاده را برای تو ذکر کنم. گفتم لا قوة الا بالله. پدرم، هر بار که به ملیکه نگاه می کنم به فرزندان تو می اندیشم و آنچه برای تو رخ داده است مانع از خوشحالی من می شود. به خدا هیچ زمانی نیست که فراموش کنم. دست تو را می بوسم زیرا تو پدر هستی و از عظیمترین پدران هستی. امام فرمود: خدا تو را برکت دهد پسرم. ممنونم. مرحله نهایی. مهمترین چیزی که امام احمد حسن در دوران غیبت به آن دست یافت رسیدن به مرحله نهایی بود. امام احمد حسن در این عصر و دوران نقشی حیاتی داشته است. همانطور که قبلا در این کتاب ذکر کردیم، حضرت محمد به مقام خدا در خلقت رسید و به او اختیار فرستادن رسولان داده شد. او آخرین فرستاده خدا بود و امامان و مهدیین را به عنوان رسول از سوی خود به پیش فرستاد. امام احمد حسن در این مرحله نقش جبرئیل را ایفا می کند. او کسی است که وحی یا پیام امام مهدی محمد رسول الله را به مهدیین می رساند. امام احمد حسن در این زمان تمام وحی است. امام فرمود: فتح مبین، کمال در شناخت، معرفت کامل. امام فرمود: مرحله آخر، مرحله نهایی، دست کشیدن از همه چیز، حقیقت کمال، فنا. امام احمد حسن به مرحله نهایی کمال رسیده و از اسارت عواطف و تمایلات انسانی فراتر رفته است. او بزرگتر از فقط یک امام یا مهدی شده است. برای مثال، امام احمد حسن هیچ گونه تمایل و غریزه جنسی ندارد. امام فرمود: من آن غریزه را ندارم، زیرا مدت هاست که ذهن و نفس و بدنم را ترک کردم. من همچنین همیشه می دانستم که امام احمد حسن خیلی کم می خوابند و مدت زمان طولانی را بدون خواب سپری می کنند. گاهی اوقات او 6 روز را بدون خواب سپری می کند. روزی امام نزد من آمد و فرمود: پدرت 3 روز است که نخوابیده است. گفتم لا قوة الا بالله. چرا پدرم؟ امام فرمود: کارهای زیادی داشتم که باید انجام می دادم. فقط به چند دقیقه خواب نیاز دارم. برایم کافی. امام اغلب به شیوه‌های اسرارآمیز کار می‌کند. او توانایی پیمودن مسافت‌های طولانی را در یک لحظه دارد. او این توانایی را دارد که از دنیای رویا به عنوان راهی برای برقراری ارتباط استفاده کند. او این توانایی را دارد که هر زمان که من دچار مشکلی بودم یا هر زمان که به او نیاز داشتم آن را بداند. هرگاه به امام نیاز داشتم و در قلبم او را صدا می‌زدم، صدایم را میشنید و تقریباً بلافاصله با من تماس میگرفت. بارها امام به خواب من میآمد و اطلاعاتی به من میداد و آن صحیح بود. مثلا یکی از موارد قابل توجه این بود که امام مدتی بود که برای مأموریتی رفته بود و من چند ماهی بود که با ایشان صحبت نکرده بودم. در خواب دیدم که امام نزد من آمد و فرمود: امشب با تو صحبت خواهم کرد و در واقع همان شب او برگشت و دقیقاً همانطور که در خواب بود همان شب طبق وعده با من صحبت کرد. این در واقع بسیار مهم است، زیرا ملاقات او با امام مهدی از این طریق آغاز شد. او امام را در خواب دید و امام به او فرمود که در مکانی خاص با او ملاقات کند. امام احمد حسن در خطبه ملاقات فرمود و داستان این ملاقات از این قرار است: در شبی از شبها در عالم رویا دیدم که امام مهدی نزدیک ضریح سید محمد برادر امام حسن عسکری ایستاده بود و به من امر فرمود که به ملاقاتش بروم.
و بعد از آن از خواب بیدار شدم. ساعت 2:30 شب بود. 4 رکعت از نماز شب را خواندم و سپس خوابیدم و رویای دیگری دیدم، شبیه به همان رویای اول، و همچنین امام مهدی وعده ملاقات را با من تعیین می‌فرمود. از خواب بیدار شدم. ساعت 4:15 شب بود. نماز شب را کامل کردم و نماز صبح را خواندم و پس از گذشت 2 روز از این رویا به سامرا سفر کردم و امام عسکری و امام هادی را زیارت کردم. سپس به شهر بلد برگشتم و سید محمد را زیارت کردم و سپس به بغداد رفتم و امام کاظم و امام جواد را زیارت نمودم. سپس به کربلا رفتم و امام حسین و شهیدان را زیارت کردم و شب‌هنگام امام مهدی را در حرم امام حسین ملاقات کردم. سپس صبح روز بعد نیز با ایشان در مقام امام مهدی در کربلا که در انتهای خیابان سدره می باشد ملاقات کردم و به تنهایی در آن مکان نشستیم که خلوت بود و به غیر از خدمتگزار کسی دیگری نبود که او در نمازخانه زنان بود که تقریباً از آنجایی که ما بودیم جداست. امام نیز این توانایی را داشت که بداند انسان در حال شک، ایمان یا کفر است، اگرچه او هرگز آن را نشان نمیداد، بلکه بر اساس ظاهر با شخص برخورد میکرد تا او را شرمنده نکند و به این دلیل که مردم همیشه ادعای ایمان دارند. عیسی نیز همین توانایی را داشت و در قرآن آمده است چون عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت یاران من در راه خدا چه کسانند؟ حواریون گفتند ما یاران دین خداییم، به خدا ایمان آورده ایم و گواه باش که ما تسلیم او هستیم. امام احمد حسن روزی به من فرمود این چه سخت است پسرم، چه سخت است که یکی به تو بگوید جان من فدای تو باد و تو به آنها بگویی باشد که برکت یافته باشی، در حالی که خلاف آن را میبینی که دروغ میگویند و منافقند. امام این توانایی را دارد که به چهره انسان نگاه کند و با نگاه اول بفهمد که در زندگی گذشته چه کسی بوده است. او میتواند تناسخ‌های یک شخص و تمام جزئیات زندگی آنها را بگوید. او میتواند بگوید که آنها چه زمانی به دنیا آمدند و چه زمانی خواهند مرد. و همچنین میتواند با نگاه کردن به چهرهشان بفهمد که آیا آن زمان خوب یا بدی برای شنیدن یک دانش یا خبر خاص برای آنها بوده است. امام تقریبا هر صفت یا توانایی خداوند را پس از فتح مبین به دست آورده بود. رابطه من با امام، برخی از چیزهایی که شاید خواننده در مورد آن سوال داشته باشد این است که من چگونه با امام احمد حسن آشنا شدم. چند وقت است که او را میشناسم. اولین ملاقات ما چگونه بود؟ اگر این سوالات را از او بپرسید با این کلمات به شما پاسخ می‌دهد: از روزی که به این دنیا آمد هرگز او را ترک نکردم. خب به فصل 35 این کتاب رو من تونستم برای شما بخونم. این فصل بسیار جالبه و حتما در روزگاری که پیش روی ماست خیلی به درد ما خواهد خورد. امیدوارم که ما هم جزو یاران ظهور حق باشیم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از اینکه با من همراه بودید. سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.